نجیب که صبح می از خانه برام یه صبح برادر جان چرا می دور مادر خود نمیگه احترام مادر خود خیلی داشت. همین صبح که برام 3 بار برادر جان چه دور مادر خود چرخید. باز دوستا شدم چشمای خود مالید برادر جان از خاطر همین گلکاری زمین برام ساوس خود کار غریبی وقت نداشت. فرصتی امروز داشت. مادر میگه بیا می جگه عکس یادگاری ما شما بگیر. عملیه که انتواری رخ نداد خبر عاجل بچت بر تلفن مادر ازی گفت بگیر دفعه در نجیب زنگ بود جاوید زنگ بود کجا شد چی رقم بود تلفن وار داشتم تلفن ازی قطع 5 دقیقه همین تلفن ازی که برای زنگ بود ارتباط بود خبر نه 5 یا 10 دقیقه 8 دقیقه تو نه چه زنگ حالا پاپا سلطان تیز به بالا جایش باز رفتم در تیر بعدی کمونی که میرفتم به فلانی گفتا و فلانی رفتم بازا میگه گفتن اینترنت شاید داشت فقط یه بار بود پایش ماسه شد هر چیزی یک دیست چه بشه حالا نشستی فقط درس نمانی واقعا کردن احترام کردن در مردم خداوزی را که جذب کردن باید کن نفر برد و کلان خداوزی 1 ساعت نیم ساعت ایش پیش فکر کنم که در جانش نجیب این بهترین عزیزش بود